بامیان یکی از دلانگیزترین و آرامترین گوشه‌های افغانستان است. سرزمینی که طبیعت و تاریخ در کنار هم تصویری می‌سازند که هر بیننده‌ای را شیفته خود می‌کند. کوه‌های عظیم و استوارش همچون دیوارهای طبیعی این ولایت را در آغوش گرفتند و دشت‌های آرام و گسترده‌اش با رنگ‌های گوناگون فصل‌ها روح آدم را تازه می‌کنند. هوای پاک، آسمان صاف و سکوتی که در میان کوه‌ها جریان دارد، بامیان را به مکانی تبدیل کرده که هر مسافری در آن احساس آرامش و امنیت می‌کند. مردمان این ولایت نیز با مهربانی و میهمان نوازیشان زیبایی بامیان را کاملتر می‌سازند. مردمی که صداقت و سادگی در رفتارشان موج می‌زند و میهمان را همچون یکی از اعضای خانواده خود می‌پذیرند. در میان این همه زیبایی، ولسوالی کهمرد جایگاهی ویژه و متفاوت دارد. کهمرد دره‌ای طولانی و سرسبز است که در امتداد کوههای سر به فلک کشیده شده و همچون نواری سبز در میان صخره‌ها می‌درخشد. این دره با رودخانه‌ای زلال و همیشه جاری جان می‌گیرد. رودخانه‌ای که از دل کوه‌ها سرچشمه می‌گیرد و با آب پاک و خنکش باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مردم را سیراب می‌کند. زندگی در کهمرد با صدای آب گره خورده است. صدایی که صبح و شام در گوش می‌پیچد و آرامشی عمیق به فضا می‌بخشد. مردم این ولسوالی نیز همچون طبیعتشان گرم، خونگرم و میهمان نوازند. میهمان در کهمرد همیشه عزیز است و مردم با روی باز و دل پاک از هر رهگذری استقبال می‌کنند. در میان زیبایی‌های کهمرد، دره آجر یکی از برجسته‌ترین و تاریخی‌ترین نقاط این منطقه به شمار می‌رود. این دره سرچشمه یکی از زیباترین و زلالترین دریاهای افغانستان است و طبیعتی دارد که هر بیننده‌ای را مجذوب می‌کند. کوههای بلند، چشمه‌های خنک، سبزی دره و هوای لطیف آن دره آجر را به مکانی تبدیل کرده که گویی از دل یک داستان بیرون آمده است. روزگاری این دره محل تفریح و استراحت ظاهرشاه، پادشاه وقت افغانستان و همراهانش بوده است. او برای شکار آهو، گذراندن روزهای فراغت و لذت بردن از طبیعت بکر این منطقه به آجر می آمد. حتی زمینهای اطراف را خریداری کرده و قصری در آنجا بنا کرده بود. هرچند امروز تنها نشانه‌هایی از آن قصر باقی مانده، اما همین آثار نیز یادآور روزگاری است که این دره یکی از محبوب ترین تفریحگاه‌های شاهانه بوده است. امروز دره آجر بیشتر با درختان زردآلویی شناخته می شود که مردم آن را ساقی می نامند. این درختان در فصل تابستان میوه‌های شیرین و خوش‌طعم می دهند و از آنها خشکباری تهیه می شود که در سراسر افغانستان با نام چپ نمک شهرت دارد. چپ نمک با طعم خاص و دلنشینش در زمستانها زینت بخش سفره‌های خانواده هاست و بخشی از فرهنگ غذایی مردم افغانستان را تشکیل می‌دهد. این میوه خشک نه تنها یادآور زحمت و تلاش مردم کهمرد است، بلکه نشان دهنده پیوند عمیق آنان با طبیعت و زمینشان نیز میباشد. بامیان، کهمرد و دره آجر مجموعه‌ای از زیبایی‌های طبیعی، تاریخ زنده و مردمانی با دل‌های بزرگند. این سرزمین نه تنها چشم را با مناظر دلانگیزش خیره می‌کند، بلکه روح را نیز با آرامش و اصالتش نوازش می‌دهد. هر گوشه ایش داستانی دارد، هر سنگ و چشمش خاطره ای را در دل خود نگه داشته و هر قدمی که در آن برداشته می شود آدم را بیشتر شیفته این سرزمین می سازد.